زن بهت گفتم که بدبخت شدیم، پررویی کردیم، تحریممون کردن، حساب بانکیامونو بستن، دیگه رشوه هم بهمون نمیدن، وضع خیلی خرابه، خوب کنف شدیم. ببین محمود، من این حرف حالیم نمیشه. یخچال خالیه، طولتم گشنه است. زن چرا منو درک نمی کنی؟ 100 دفعه گفتم گول اون رهبر تریاکی تو نخور، تو گوش نرفت که دست از سرم ورمیداری یا نه؟ اینا واسه من نون آب نمیشه، میخواستی قد قلدری نکنی. عجب گیری کردیم. الان انرژی هسته‌ای یا نماز واجب تره؟ انرژی هسته‌ای بخوره تو اون سرت، خاک تو سرت کنن، شکم بچت مهمه یا انرژی هسته‌ای؟ زن اعصابمو خراب نکن، فردا سخنرانی هسته‌ای دارم، میتونی دست از سرم ورداری یا نه؟ ایشالا بری دیگه بر نگردی، برو واسه ننت سخنرانی کنی. ملت که از دست تو خیلی خسته شدن، منم از دستت خسته شدم، دیگه نمیخوام خونه بیای. اگر خرید نکردی دیگه خونه نمیای. شده دست راست رهبر، یکی از خودش مشنگتر، قسمت ملت ما شد یه رئیس جمهور انتر، یه رئیس جمهور انتر، انتر 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 انتر، یکی از اون یکی بدتر، انتر 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 انتر، یکی از اون یکی بدتر.